جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روزی فیروزی شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. شادند از آن که روزی فیروزی شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. دل شادیم از غم همه آزادیم، مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم. تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم، تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم. صد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. خوشبختی زمان باشه، ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه. در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه، در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه. امروز که روزی جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روزی فیروزی شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. شادند از آن که روزی فیروزی شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. سلام و درود. السلام علیکم مخلصان عزیز شبکه شهنان. امروز ما در باغ استراحتی شباده در دشت شباده برای تبریک کردن جشن زادروزی رخشان‌آیتی آمدیم و همچنین امروز پدر عزیزشان عبدالحمیدمک جشن زادروزداران امروز تبریکات را از نام حسن جان و حسین جان که حسین در مسافرت است از شهر مسافری میخواهد خواهر خود را در روز میلاد امرشان تبریک گوید و البته پیشکش شمایان میکنیم. با ما باشید. با شبکه شهنان ما آغاز میکنیم. رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز باغ زیبای شباده. همه شمایان را با این باغ زیبا با امروزه لحظه های خرسندی جشن زادروزی عبدالحمیدمک و همچنان رخشان‌آیتی خوش آمدید میگوییم. برای ما رخشان‌آیتی و عبدالحمیدمک لازم هستند. اگر همینجا باشند پدر عزیز را به نزد ما تکلیف میکردیم عبدالحمیدمک را. مرحبا. السلام علیکم. عزم شما مبارک باشد. از این طرف است. بالای بیرم برای پدر کلیدی در جنت دختر بوده است. امروز دختر نازنینتان امروز در روز زادروزی شما تحفه بی‌بهای خداوند که نامش فرزند است و دنیا آمده بوده است رخشان‌آیتی. امروز هر دوی شمایان را
از نام فرزند راهدورتان، از نام حسین جان، از نام حسن جان، از نام کریم پاشا نبیره‌های شیرین تبریک میگویم و میخواستیم که همیشه صحت سلامت گردید. همراهی دوستانم حسن و حسین جان صحبت کردیم. میگویم قهرمان زندگی ما پدری که مردانه‌وار زندگی کردن را برای ما آموزاندند. پدر یک شاهستانی خاندان، پدر دهقان ما، باغبان خاندان ما، سایبان سر ما هستند. خدا کند که صحت سلامت در سر ما گردند. خداوند کریم روح ارواح گذشتگان را شاد کند و خاطر آنها مادر من هم از آن جنت بهشتش جای دادنش راست باشد. عمر بردوامی مادرم و بهر پدرم توفه ساخته باشد. و البته اگر امروز مادرم حیات می بودن باز از این هم زیباتر و دل و دیده همه اهل عائله ما پرتر می شد. لیکن از خداوند یگان ناشکری نمیکنیم، شکر میگوییم به این تقدیر زیبایش که در سر پدر داریم، قبلگاه داریم، دعاگوی داریم. هر بار از حال و احوال ما زنگ تلفن کرده خبر میگیرم. من حسین جان قریب 8 سال باز در مسافری بعد از فدراسیون روسیه و در اسرائیل در مهنت است. همیشه از حال و احوال من خبر میگیرند. تنها یک فکرشان را، یک مصلحتشان را میگویم که حسین هیچ وقت به حقیقت خیانت مکن و همیشه برای راست کرد، مهنت حلال کرده. همین همه کارات رو با مهنت حلال کار کن گفته برای من دعا میکنند. دعاهایشان الهی مستجاب باشد. برای پدرم رسانید که پدر در تشنگی دریا، پدر در تنگی ها دنیا، پدر دارو، پدر درمان، پدر روشنگری دل هاست. پدر هم مشکل آسان است، پدر هم مرهمی جان است. اگر خرسند کند ما را همان در چهره خندان است. سال روز مبارک، میلاد را مبارکات میگویم. عبدالله نمک همیشه صحت سلامت گردید، در سر فرزندان همیشه سایبان شده گردید. و البته رخشانویتی شما خواهر عزیز برای همین جنی نازنینتان امبجانی خبرگیره، برای دو دادرتان مجموع مادر هستید. حسین جان چندین بار تاکید کرد شکر که چنین خواهر داریم، شکر بودنشان و امروز زادروز دارند. خدا کند صحت سلامت گردن و هیچ وقت در دوغم زندگی را نبینم. من از ببینم شما و البته میخواهم که مانند خودشان یک تا کلین یابم، چیزی خودشان برای باشد و البته همیشه در سر ما سایبان باشند. هیچ وقت کسان نشود که من در چهرهش، در رویش روی مادر را میبینم. یاد کردم و از آن وقتی که مادرم ما را پدرود گفتن و این دنیا را ترک کردن، من بسیار هم راه افتاده شدم و از تمام دنیا دلگیر شدم و هر بار که خواهرم زنگ میزد باز شوقمندی زیاد پیدا کردم و زندگی برایشان رسانید که دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر. چشمش پر آب است و دیدار گسل، صبحی است که صد بهار دارد خواهر. تسکین دل و امیدوارم خواهر، حسن دل و فیض روزگارم خواهر. در دیده من محبت این دنیاست، من یاد تو را به دیده دارم خواهر. خواهر چراغی دادر خواهر، هر لحظه کند سراغی دادر خواهر. سوزد به درون، سوزد و دود نکند تا سوختن دماغی دادر خواهر. در شرایط زادروزتان مبارک باشد. در سر فرزندان، اهل عائله و دو داداری عزیزتان همیشه صحت سلامت گردید. شما با جای مادر بهر اینها مادر هستید و البته همیشه مصلحتچی سروبر این خاندان هستید. مبارک باشد زادروزتان. میلاد را مبارکات میگوییم و البته عبدالله نمک فرزندان نیت داشتن که هم پدر و هم مادر را به زیارت کعبةالله می‌فرستاندیم. صد افسوس در سر تنها پدر داریم و خداوند کریم بهر ما چنین روزهای بهترین را لایق بیند و ما هم پدر را به زیارت کعبةالله فرستانیم و در خاندانمان حج آشی‌ها کنیم و در سر ما همیشه سایبان گردن. گفته برای شما و برای خواهر نازنین کتاب قیمت‌بهاترین که با نام کتاب قرآن است پیشکش امروز صاحب جشن‌ها میکنیم. مرحمت
تحفه پیشکش میکنیم. مبارک باشد. تا خرسک زنیم. مبارک باشد. و البته رخشانایتی شما که برای خاندان گل صفت خاندان هستید، برای شما البته تحفه ها هست. از سر اول گلدسته زیبا داریم از نام حسن جان و حسین جان، از نام دادرانکان مرحمت حسن جان تقدیم میکنم خداشان. مبارک باشد. و شخصا از نام دو دادر عزیزتان در اینجا انگشترین و گوشوارهای طلا داریم. مرحمت خاطر تو بزرانید خودتان. Andres Mubarak. البته عبدالله می‌نامد اینکه لحظه های خورسندی را با یک کار تصور کرده نمی شود. خدا کند که همین دوستوریه که ما کلام شود و در لحظه های خورسندی است نیز آمده تبریک کردن نصیب کند. در خاندانتان آوازی نبیره هایتان همیشه برآمده از شمارش از خاطرتان برآید، نامهایش از خاطرتان برآید. اینکه گنجینه بی‌بهای خداوند است، از دامکش هم مغزش شیرین بگویند نبیره را. بگذار خاندانتان فقط پر از نبیره ها باشد. ما باشد شیرینی داریم، شیرینی را میخواستیم نزدیکتر بیارن، یک جایه میبریم از آن تناول میکنیم. مرحمت. Стали звезды на возрасте, лик сорвался с календаря, но не стоит грустить зря, не зря в день рождения собираются все друзья, и чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. С днем рождения, успеха, радости, веселья, любых желаний, исполнения и миллион ночей и дней. С днем рождения, любви до талого окружения, чумового настроения и самых преданных друзей. Телеграммы летят в окно, пусть порой не всегда везло. Не печалься и не жалей, будет много светлых дней. Со свечами большой пирог и шампанское потолок. Сколько будет земля кружить, столько будем жить. С днем рождения, успеха, مبارک باشد. веселья. و اکنون میخواستیم سخنهای تبریکاتی را شنویم. عبدالله می‌نامد دختر را تبریک بگید در روز عزیز. مرحمت. سلام. شلام به نفس یوریتیه. تو تبریک کنیم خواهر. تصور شما در تو غم نبینم برای من تو همینجوری بیام با جوشن گیچا گفته نکردم دادم به جوشن آمدم تصور شما شما توی من بینم نیوارت روی بینم بودا جوشن مشکل تصور شما همین بیوتون آمد انشیر کنم اینجا رحمت. یاد خرسک بزنیم برایش. تشکر. سلامت باشم. خانم و امه ها. امه مرحمت.
رو توابط مبارک باشد نمی و همه شما لیمان که کوچه پیر شوید در روزکای مراد روزکای خدید همراه شما باشد نقشه اونجا میله سرگرد رو چی نیت اگه بشید نیت کرد در آینده رحمت مردم هم وقت مراد سینات پیش شود صحب سلامت داره همش بر عمل کنید نه این باغ با مولا کهو که دیگه ندیده با عمل نه نیتتون در درگاه شد ندید در شما عمل ای بابا تقدیم میکنیم تبدیل روی چی نیت داشتگی باشه نیتکاتون و رفتگی روی امراتون آفرین نداشتن پدر پیغمبر است مادر فرشته خواهیر آن دوران تنظر نوشته پدر شمس است مادر ما کتابان پدر انسان و مادر جان انسان پدر روز بمیرد خوار گردید که بی مادر زی خود بزار گردید بدان تو قدر آنان را شب و روز و پای هر دو آنان زار گردید و اخبار تبدیل میکنیم رحمت سلامت باشن حسن قبلی که آنلاینی حسین رو شنیدیم اکنون از شما جیوایش رو بشنویم مرحبا تبدیل میکنم در من باشیم وقتا سلامت گردم اول سلامتی همین سلامت گردم همین تبدیل رحمت ماشرایتی مرحبا السلام علیکم همه خوش آمده کجا سخت داشتم کجا با احتمال دقیقا بودیم بیادارش بیادار کنم اصلا دوستش بود وقتا که درده خودی بر نوزی بودم خودش بود دادم حج رفتم کاش خودش با خودم هیچ وقت خفه نشدش بود شون سرگشتم بود رو بخون سرگاهش اولش کنیم رحمت مهمانان عزیز بار دیگر به این باغی زیبا به این باغی به هوای شباده خیر مقدم میگویم به همه شمایان و باشد به این صحنه به رقص و بازی خرسندی دعوت میکنیم یک جای میرقصیم نمیامد زادروز مبارک باشد صدا بیتالا شوید بخشنایتی میلاد امران مبارک باد میگویم مرحمت صحبتهای شما برای شمایان هر کو کلی زن اختر دورت در
های عزیز، امروز ما در باغ زیبای شباده مهمان شدیم و این لحظه های خرسندی جشن زادروز عبدالحمید عمر رخشانه‌هایی را پیشکش شما کردیم و مانند هر روز برایتان می‌خواهیم خوشبختی، خرسندی، لبخنده با ما باشید. با شبکه شهنام سلامت باشید.